یه وقتی پیش میاد شیر آب ظرفشویی که باز میکنی ببینید از این قسمت نشت میکنه. چکار کنی؟ بهت میگم. اولین کاری کنی با یه آلن سایز 2.5 این پیچ پشتش رو باز میکنی. بعدش علمک ظرفشویی رو بیرون میکشید به سمت بالا. با یه آلن سایز 8 داخلش می‌ندازی میچرخونید. این الان اورینگش پاره شده. باید این چیکار کنی؟ نخ پیچش کنید. بهتون نشون میدم. به این حالت نخ پیچ میکنید. میبرید سر جاش، دور مجددا سفتش میکنید. جهت اغلب ساعت هم سفت میشه. فقط حواستون باشه که اورینگاش سالم باشه. دو طرفش که با روغن خوراکی چربش کردی فشار میدی سر جاش، به راحتی میره. با آلن سایز 2.5 مجددا سفتش میکنی. آب باز میکنیم. ببینید الان که دیگه جارو کنید دیگه نشی نداره.